دوستان گرامی، برای شما چیستان‌های مردمی خلق تاجیک را پیشنهاد می‌نمایم که شما می‌توانید که جواب آنان را بجویید. تیار شدید؟ آغاز کردیم. روغن نمی‌خورد، روشنی می‌دهد، دود ندارد، گرمی می‌دهد. اکنون جواب همین چیستان را می‌جوییم و ما باید دانیم که اون چیز که روغن نمی‌خورد و روشنی می‌دهد و دود ندارد و گرمی می‌دهد. جواب چیستان را یافتید؟ بله، آفرین. این نوری برق لامپا می باشد. چیستان دیگر نه دل دارد و نه گرده، می خواند بچه مرده. اکنون فکر می کنیم که این چی باشد که دل و گرده ندارد و فقط می خواند. باز برای شما وقت داده می شود. فکر کردیم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این رادیو است. آفرین، آفرین بر شما. چیستان سیوم، دو برادر همدیگر رو نمیشناسند. اکنون فکر میکنیم و جواب این چیستان رو میابیم. برای این به شما وقت داده میشود. چیستان را یافتید؟ بله، این چشمان هستند. اکنون چیستان دیگر را گوش کنید. یک پارچه زمین داشتم، تخم سیاه میکاشتم، با چشم خود بدیدم، با عقل خود شناختم. برای فکر کردن جواب همین چیستان برای شما وقت داده می شود. فکر کردیم. جواب چیستان را یافتید؟ بله، این کتاب است. آفرین، آفرین. چیستان دیگر را گوش کنید. 70 قبط پوستین، همش به آستین. اکنون فکر میکنیم و میابیم که این چی باشد که 70 قبط پوستین دارد و همه پوستین ها به آستینند. برای شما یک چند ثانیه وقت داده می شود. فکر کردیم. باوری دارم که شما جواب چیستان رو درست یافتید. جواب چیستان می باشد کرم. آفرین. دوستان گرامی، در همین جو برنامه من به آخر رسید. اگر برنامه پسند شما شده باشد، از شما خواهش میکردم که علامت بسیار خوب رو پخش نمایید و همه شما نیکنامی و سربلندی آرزومندم. شاد باشید.